درود بر شما هموطنان عزیز. غیر چشم داشت در روز کشاده شدن همین سامانه یا رسانه من مهمان حرکت سیاسی گروه 24 بودم. در صحبت آنلاینی آنها اشتراک کردم. عجیب آن بود که در همین برنامه فضل الهی بینید، در همین برنامه یک نفر پیدا می شود که درباره شکستن دندانهای من در 30 سال پیش در سال 1992 نقد می کند و همین مردی بدخشانی از زمره آنهایی بود است که برای نجات من آمده است. و واقعا در سال 1992 در بین دو میدان، میدان شهیدان و میدان آزادی، یک نفر نمیدونم با سپارش کی بود از پس آمد با یک چیزی آهنی که رقیت که میگویند به دندانهای من و به سر روی من زد و من به زمین افتیدم. بعد که به خود آمدم و من رو به بیمارستان بردن، معلوم شد که 4 دندان پیش من شکسته است. حاج اکبر تویراجانزاده یکی از چهره های سیاسی تاجیکستان و دوست بسیار عزیز و محترم من همیشه شوخی کنان میگفتن که دادا جان غم نخور، این دندانای تو شهید شدن در سال 3 هجری در جنگ احد. دندانهای حضرت پیغمبر را هم شکسته بودند. برای همین من چندین سال با همین دندانهای شکسته میگشتم. این بود آغاز صحبت ما در برنامه آنلاینی دوستان از گروه 24. دوامش را خودتون تماشا کنید. سلام علیکم. من نقض میشناسم همون دودو جان آتولویف که وقتی که در پیش چوم دندانوش شکستن ما یکم پیشوای رسیدیم. فهمیدید؟ اگر در یادش باشد او سال 91 من شما گفتم که 92 من مبارزم. استاد دودو جان آتولویف همیشه شما را گوش میگیره، در همین افیر حضور دارد. در همین افیر باشد و یا گفت در پیش خود که در پیش انورمنت چوم دوشنبه است همون جا زدم ما همون جا یکم رسیدیم پیش من. شب شما بخیر. صدای من میرود یا نه؟ بله بله میرود برادر میرود. سلام به همه مبارزان، به همه فعالان، به همه ناموسوران تاجیکستان و به اون برادری که از بدخشان هستند. واقعا این گپی که شما میگید اساس دارد. بین دو گردهمایی بود، شب بود، من همراه ساجده میرزا میرفتم در نزد چوم. واقعا یک از پس به اون چی میگه یک آهن در دست زده بود. من بیهوش بودم، بعدا برده بودم بیمارخانه. بله من شاهد اولم. سلامت باشید. این برادر دودو جان آتولویف همه چیز همه زندگیش فقط سوءقصد شدگیه. دیگه سوءقصد اوج سوءقصد. یا لحظه عذر. برادر صبوری سیگارت تمام که بعد داخل میشه. خب برای همین من اولین بار در همین خیلی در جمعیت در همین فرمت هستم. بسیار خوش آمدی. خب جناب آتولویف خوش آمدین. سلام علیکم بار دیگر. فعلا ما قضیه خداحافظی کنم مگه نه بمون کجا خداحافظی میکنم. خب معنیش اولا تبریک میکنیم به اون کانالی که امروز تازه تشکیل دادین. من بله جای پنهانی نیست که چندین بار پیشنهاد کرده بودیم. من دیروز در سخنرانی هم به مردم گفتم که مردم نیاز دارن به شما واقعا نفری هستین که از زمان شوروی تا امروز از تمام قضیه ها به خبر هستین، پیگیری میکنین، دخالت کردین و زمانی بود که اگر که این پوشیده نیست، زمانی بود اگر میگفتن که آزادی خواه یا که مخالف حکومت تاجیکستان پیش نظر اکثریت مردم چهره شما پیدا میشه و امروز من امیدوارم که شما خوشحالین که نه تنها شما پیدا میشین، یعنی زیاد نفر رو پیدا میشن. امیدوارم که همون گونه باشد.
بازم تبریک میگم و واقعا میگم که مردم نیاز دارن و نه تنها به شما و به مثل شما نفرها که بعضا وقت میخواهن تاریخ همین کوچک تاریخ همین 10 سال نزدیک ما را عوض کنن و شما نفرهایی هستین که میتونه نگذارین که این تاریخ عوض بشه، یعنی بر دروغ اسکاجت کرده بشه. شما چیزا میتونه و امیدواریم که تا وقتی که هست جان در نفس و این کار ادامه میتین خدمت برای مردم میکنین. سلامت باشین. مردم شما را گوش کنم، ما زیاد صحبت کردیم همراه من. تشکر. یکم من از دیدار همه شما شاد هستم. شب همتون بخیر بود. واقعا پیدایش هر یک نفر بسیار صمیمی میگویم. من بچه گروه 24 میدانم و همراه یک مدت خوشبختانه با هم بودیم. میدانم که هر چیزی که من در دلم هست در زبانم هست، یگان وقت خدا به شکر منافقی دوریگی نداشتم و نخواهم داشت و پیدایش هر یک صدا، هر یک صدای اعتراض، هر یک نفری که به میدان میبراید واقعا باعث افتخار است. من حتی گمان نداشتم که در همین سالهای نزدیک، مخصوصا بعد مرگ شهید عمر علی، ما گمان کرده بودم که همین قنات مخالفت میشکند، لیکن خدا به شکر ما این راه دوام دارد و بسیار مهم است که شما جوانای عزیز از خطاهای ما تکرار نکنید. کسی میگه که من خطا نکردم، من گناه نکردم، این تماما نادرست است. ما نسل ما تجربه نداشتیم. ما حتی باور میکنید وقتی که در چراغ روز مقاله ها پیدا میشدن، عباره های سیاسی ترجمه تاجیکش نداشتیم. همین قدر مردم ما از سیاست دور بودن و هر چیزی که مثلا از مسکو گفته میشد اونا چاپ میشد، درج میگشت، لیکن نظر به سیاسی خودی تاجیکستان نبود. و آهسته آهسته چراغ روز هم یک منبری بود که اولین بار، شاید نه به خاطر آن که من در اونجا کار میکردم، بلکه در اونجا یک بسیار تیم بسیار عالی جناب بود، ساجده میرزا، سلیم ایوبزاد، عبدالقادر رستم، عبدالقیم قیومزاد و بسیار برادران دیگر که واقعا ستاره های مطبوعات تاجیکستان بودند. و این روز هم بسیار یک روز برای من روز رمزی است، روز تولد یک زادروز یا که پیدا شدن یک چی است، یک صحیفه در اینترنت. امیدوارم که شما دستگیری بکنید برای اون که همین صحیفه به وجود بیاید. از جمله برادر عزیزم و سهراب ظفر هم بسیار استادگری میکردن، همیشه میگفتن باید یک گروه باشد، یک صدای باشد. من امروز هم میگم که جامعه به شما نیاز دارد. امروز هم میگم سلامت باشید. این برادری که از دوشنبه بود گپ زدن درباره همون یک سوی قصد در بین دو گروه همایی، همین هم یک رمزی است. تصور کنید همین روز من اولین بار در همین خیلی آنلاینی اشتراک میکنم و همین هم در کاشانه گروه 24 و یک نفر از دوشنبه پیدا میشد و این حرفای میگوید. این هم برای من بسیار چی است. نیت‌های نیک و قدم‌های نیک. بله، من بسیار افسوس میخورم که ما مثال درباره اصلی صاحب نظر بین شخصیت‌ها کم گپ میزنیم. اونا باید ما همیشه یاد کنیم، برای اینکه در زمان شوروی هم همین آدم‌ها پیشرفت حرکت آزادی خواهی بودند و اگر ما نخواهیم که فرد و فراموش زمان و فراموش دیگران شویم، باید که ما همین فرهنگ ارجگذاری داشته باشیم که دانیم که از ما پیشکی‌ها بودن چیکارا میکردن و تا کجاهای رسیدن و برای همونای دوام دهیم. و در سال نو امیدوار هستم که همین پیام‌های و پیغام‌های و همین دیدارها به آن میرساند که ما یک راهی نو میجوییم. آینده از اون وابسته است که ما همین روز چیکار میکنیم، همین شب چیکار میکنیم، همین ساعت چیکار میکنیم. و واقعا باید که کاری کرد که از گفتار به عمل گذاریم و هر کسی میگوید که اون چیزی که شما میگوید این اهمیت ندارد، این به مردم تاثیر نمیکند، این به این گپا داده شدن در کار نیست. هر یک سخن، هر یک بیانیه، هر یک صحبتی که شما یا که برادرای دیگه میکنن، این حتما به مردم تاثیر میرساند. لیکن من خواهش میکنم همچون برادری از شما
یک کرته پیش پوشیده یا یک کرته پیش درانده که ما باید که فقط روی به حقیقت و به عدالت بیاریم، تهمت نکنیم. باید ما اگر مخالف باشیم، مخالف بودن معنیش چی؟ ما باید بهتر از رقیب خود ما باشیم. ما باید که مردم به ما تقلید کنن، لیکن برآمد کرده مثلا این یک گپایی که خودتون میشنوید حاجت گفتن اینو نیست، اینا برعکس آبروی مخالفین میریزن. مثلا بعضی آدما میگن به تو چی فرقش چی؟ من میگم نه، وقتی که میگن یک مخالف، این به همین ما تاثیر میکنه. میگه اینا همش میخیری هستن. و این چقدر که ما مثلا یک نفر وزیر خطاب کند یا یک نفر سفیر خطاب کند، ما حکومت تنقید میکنیم، میگیم حکومت تاجیکستان کرد. و مردم دیگر هم یک مخالف و یک کار خطا کند، میگن هم یک مخالف بود، این مخالف بود، نماینده مخالفت بود، نماینده اپوزیسیون بود. برای این مسئولیت یک چیز میخوام در سخنهای شما اضافه کنم. ما دقیقا همین صحبت را در جلسه سالانه ما توضیح انجام دادیم و برادرها تصمیم گرفتن که در یک جایگی با همین بدن گرم با مردم یک صحبت داشته باشیم، یک صحبت آزاد و دیگر وارد شدیم. عیناً همین نقطه ها ذکر شد، همین نقطه هایی که عیناً شما گفتین، یعنی به عمل گذاشتن همراه مردم و بعضا در راه مقصد که قرار داریم تهمت ها نباشه، همه وقت حقیقت گفت و اگر که دیده باشین حرکت ما عیناً همین کار میکنه. و در سیاست برای به هدف رسیدن بعضا نفرها در این فکر هست که باید تمام اصول استفاده ببرید. می شود که اصول های است که تو را شاید پیشتر تیزتر به همون هدفت برسونه، اما نه همه اونها ما را همچون یک فرد مسلمان و همچون یک مردمی تاجیکستان که فرهنگ دیگر ما فرق میکند اونها را استفاده بریم، یا حد یقل خصلت مردانگی ما را اجازت نمیده که همون چیزا را استفاده بریم. یعنی بعضا مکر، دروغ، تهمت این چیز نیست، اما در برابر این معنی را نداره که اگر ما این اصول ها را استفاده نبریم پیش نمیریم. راه های دیگری هست که الله ما را اجازه داده است، دین ما اجازه داده است، منتالیته ما، فرهنگ ما اجازه داده است، با همینا ما میتونیم به هدف برسیم. من همراه شما هم فکر در این است. برادر سهراب، همون به فکر وقتی صحبت کردن آوازتون پرق میکنه. شاید از من نباشه، از کسی دیگر باشه. خب خیر. انا جناب داداجان عطالیف چی حال دارین دیگه؟ خدا شکر، سلامت باشید. ما در طول مبارزه اولین باره که بسیار خندیدم در یک همون مقاله که نشر کردین، تا حالی هر وقتی در یاد میاد میخندم. نه گوش وقتی اون نیست. نه او کی را میگم، آخه مقاله گفت. من فهمیدم منظورتون چیه. خدا فرمود و ای فرمودند. من واقعا خیلی خندیدم. اینقدر خندیدم من خود به خود میخندیدم. همون چیز در یاد میومد. من یک سوال دارم با جناب عطالیف. من یک سوال دارم. ذکر کردن و مردانوار خودشون قائل شدن که بگن انتظار این چیز نبودن که حرکت سیاسی یک جوان از داخل هجرت مهاجران به اینجا میرسن. این چیز خودشون گفتن اعتراف کردن و نه تنها این شخص، دیگر هم در همین فکر بودن. من دینا در صحبت همراه مردم که داشتم این نقطه را ذکر کردم. حتی سیاست شناسا گفتن که اینا ماکسیمم 6 ماه طول میکشن ناپدید میشوند. از نگاه شما برای چی چنین فکر به در فکر شما یا دیگران که اینها دور نمیروند؟ میدونی یک چی بود که یک پدیده در همین مخالفتی تاجیکستان بعد سال 97 بسیار آدم‌ها پیدا میشدن، بعد گشته میرفتن، بعد یک مدت تمام غیب میزدن. همین سیندروم در خاطر مردم مانده بود. بعد من یک چیز دیگه میخوام برای شما، از بلکه جوان‌ها بسیارتر هستن گویم، یک سیری مگوی شاید باشد. مثلا بعضی آدم‌ها میگن که دادا جان بسیار سخت میگفت یک زمانه. بله، ما همراه عمر علی حتی در این مسئله صحبت هم کرده بودیم. ما برای اون سخت میگفتیم که همین دیوار ترس زودتر شکسته شود، مردم فهمن که مثلا همون یک بوته که ساختگی هستن، همین بوت هم یک چیز مقرری است، نفس میکشد، خوراک میخورد، میشیند، میخیزد، دوش میکند، روزه میگیرد یا نماز میگیرد یا فرق میخوند، فرق ندارد، یا انسان است. برای همین بود این چیز. لیکن همون بچه فعالای گروه 24 هم میدونن که در حیات انجمن
بعد ما به خلاصه آمدیم که دیگر از همین چیز سیاست باید دست کشیم. در مجلس هم در بحث هم این چیزا بود. این هم یک گذشته ای که باید که برای همین ما سبق شود. لیکن ما اگر به آینده نگاه کنیم انشاءالله یک امکانیت خوبی که مخالفتی تاجیکستان دارد این ناراضگی سراسری مردم و باید که طرز گفتاری ما هم دیگر شود. مثلا همین وقتی یک گپ است هر روز حقارت میکنی این دیگه تاثیر نمیکنه، تاثیرش گم میکنه، مردم هم قبول نمیکنند. وقتی که یک صحبتی نظم باشد، یک مقاله نظم باشد، یک تحقیقاتی نظم باشد، حتی حریفای رقیبان همین قبول میکنند. باید روی همین معیارها کار کنیم. انشاءالله اگر در پیش خود ما مقصدهای بزرگ مانیم، در پیش خود ما یک چی میگن یک مقدسات مانیم که از هملا یکون وقت روی نگردانیم حتما به مقصد میرسیم، وگرنه به راه فریب، به راه نیرنگ، به راه پروپاگاندا ما به یکونجا نمیرسیم. و چیزی دیگر از عدالت اگر چشم پوشیدیم دانید که تمام آخری راه ما به همون ناکجا آباد است، به هیچ کجا نمیرسیم. عدالت، حقیقت، انصاف، شرف، ناموس، این چیزا باید برای هر یک ما مقدس باشد و اگر همین مقدسات نباشد از بودن و نابودن ما سودی نیست. و میخوام یک چیز دیگه گفتم، وقتی که در همین مثلا در دوره برای من همچنین مخالف پیدایش اینترنت، پیدایش یوتیوب، پیدایش فیسبوک، پیدایش اینستاگرام، همه این چیزی نو بود. بله برای نسل شما یک چیزی عادتی بود، لیکن برای ما چیزی غیر چشم داشت بود. ما نمیدونستیم که در فیسبوک آدم باید چیکار کنه، چی گوید، یا که در یوتیوب چی گوید. تجربه که نداشتیم و خطا هم همین بود که من چند بار در اون مجلس های انجمن هم گفته بودم این بدبختی ما همین بود که این کرونا ویروس سر شد و ما نتونستیم به هم دیگر واخوریم و دیگه همه وای بود، مجازی بود. مثلا بیشتری مردم هم دیگر رو نمیشناختن و یک آدمی ویرانکار میتونست که همه خراب کنند. اون چیزی که میگن یک گوساله ریخین یک پوده رسم میکند، این چیزا هم بود که ما نتونستیم اونو استفاده بریم. من به شما یک سوال دارم. بله من به شما یک سوال دارم. امروز شما ژورنالیست، شما اینه خیلی کمتر ما در حال ژورنالیست باشه. خب ما امروز هم کورا شدگیم دیگه. من کو میدونم سبب شد برای نفرایی که ما را مشاهده دارن از 10,000 زیاد هستن. کانالی که کشودگی این با چی خاطر چی برنامه ها در اونجا میگذره؟ من راستی بسیار دور و دراز در این باره فکر کردم. اصلا دو دیله بودم که همین کار من کنم یا که از کانال‌های دوستای دیگه استفاده برم. بعد به خلاصه آمدن که وقتی که درباره همین تاریخ دور نمیگیریم، درباره همین 30 سال استقلال اینقدر دروغ میگویم که واقعا دهشتبار است. هر یک طرف یا هر یک حزب، هر یک جناح نمیدانم، هر یک منطقه فقط گویا که در جنگ شهروندی اونا قربانی باشن، دیگرها اونا کشته باشن، عذاب داده باشن، گویا که یک طرف فقط گنجش شکار میکرد، طرف دیگر آدم میکشت. این یک. دوم، اگر ما تا گذشته ندانیم یگان وقت به یک آینده که درخشان باشد، یک آینده که امید بخش باشد، یک آینده که آرزوهای مردم عملی کند، هیچ وقت نمی رسیم. و بدبختی ما همین است که تاریخ جنگ شهروندی تاجیکستان ناگفته ماند و بسیار افسوس میخورم که حاضر در تاجیکستان آخرین شاهدای زنده همین جنگ زنده هستند که این 65-70 سال دارن. خدا عمرشون رو دراز کند. لیکن ما باید که با پیش از همه ژورنالیست ها و سیاستمدارا باید با اونا صحبت کنند و همین جنگ از طرف های گوناگون، از نگاه های گوناگون فهمند و باید که ما به یک توبه ملی رسیم. ما بغیر دوسیه کس از زبان یگان سیاستمداری که در سالهای جنگ چی بود فعال بود نشنیدم که از مردم تاجیکستان بخشش پرسیده باشند. من یک سوال دیگر پیدا شد.
در جامعه تاجیکستان چند حزب‌های سیاسی است، سازمان‌ها و گروه‌های سیاسی است. بغیر از گروه 24 یگان حزب سازمان و حرکت هم میدونه که در جنگ شهروندی کسی را قهرمان ندونه و هر دو طرف بگه که یک اشتباهی کردن. خب هست یگان حرکت حزب سازمان‌های دیگر؟ به فکرم به سوالتان خودتان جواب دادید. من جوابش میدونم. خوشبختی شما است که مثلا از یک بلندی به همین به یک صحیفه سیاه و شرماور تاجیکستان نگاه میکنید. این بسیار خوب است، لیکن اشکارا باید گفت مناسبت من پنهان نمیکنم. مناسبت من به حزب نهضت اسلامی تاجیکستان معین است. برای من نهضت به دو قسم تقسیم می شود. نهضت تا زمان رهبری سید عبدالله نوری و بعد از سید عبدالله نوری. ما اینجا پیشنهاد داریم بگذاریم. خب دیگر این شب یک شبی بگیم سوزی و دروی نکنیم. خیلی من عذر میخوام که شما کلانتر این سخن تلقی کردین. ما یک چیز پیشنهاد کردیم چند سال شد. موقع حرکت سیاسی گروه 24 در اینجا چی است؟ ما پیشنهاد داریم که بیاین از جنگ شهروندی همگی اعتراف کنیم که اشتباه کردیم. همه طرف اشتباه کردیم و این باعثی خواب بگیم که قتل کشتار تعدادی صدها هزار نفر شد. بیا ما دیگر کسی را نه قهرمان کوشش کنیم که بسازیم و کسی را گناهگار. تمام به این نقطه بگذاریم، یک لایحه بزرگ بسازیم در پایتخت و کپی او را در دیگر منطقه‌های تاجیکستان و اسمهای تمام قربانی ها در اونجا نوشته بشه که برای ما را درس عبرت بشه. تمام به همین خاتمه بگذاریم. این از پیشنهاد. از بس که موضوع جنگ شهروندی بسیار موضوع مهم است، شاید ما به این موضوع یگان روز در یگان صحبت دیگه برگردیم که مثلا پیشکی آماده بینیم یا که موضوع فقط همین باشه. امروز یک صحبت سری دستی، یک چی میگن، یک درود گفتن به هم دیگر بود در عرفه سال نو. در همین جا من به همه شما در سال نو آرزو میکنم که به بهترین آرزوهاتان، به همین آرزوهایی که در دل خودتان میپرورید، به همین آرزوهاتان رسید. یک دوم آرزو میکنم که همین سال اقلا یک سالی به وطن به یک قدم حتی بگذار نزدیک شدن گردد. سوم آرزو میکنم که تمام غجلی، تمام نافهمی، تمام چرکینی های در زیر آب، در زیر دوش شب آخرین سال نو بشویم و سال نو با پیرهن نو، با روحیه نو، با اندیشه های نو، با یک دنیا و فلسفه نو پیش گیریم. خدا به همراه. تا دیدار. باز یک بار دیگر سپاس برای دعوت و بسیار شادم از دیداری غایبانی همتون. هر کسی که به برلین باید، هر کسی به برلین باید، مرحبا. کلبه ما در اختیار شما است. 7-8 کس تشکر زیاد. من یک سوال داشتم اگر اجازه باشد. شما را با مصوری از این جراحا نمیکنن سراسر نباشه. این جواب چیز دیگر است. یا لحظه که برادر مالید اینجا چیز دیگر است. برادر عظیم اینجا یک نفری که خیلی امروز کاراش داره خوب انجام میده، شاید سوالهای داره باز به شما حال سراسر نشوید. ما با برادر عظیم حال وای داریم، نقشه یک صحبت الهیده داریم. باشه بازی برادر که سید علی صحبت چون تمام کنن بعد برادر عظیم با صحبت میکنه. تشکر زیاد. سلامت باشید برادر دادجان طالب، خوش آمدین. بسیار سپاس است که یعنی نظر خودتون و این تبریکتون پیشکش همگون کردین. سوال من این است که در من چون که زندگی ما همین مبارزه و برنامه و فکرش همین شیدگی زندگی ما. سوال من این است که شما همچون یک تاریخی خوب دارید، مثلا تجربه خوب دارید در بیداری مردم در نسبت در راه مبارزه. شما بیداری مردم امروز چی درجه بها میتید؟ آیا مثلا اسلوبی که ما داریم همگان رفته ایستیم، هم شما هم ما یا اینکه دیگر برادرها، مثلا چون که پیشتر این بود که اکثر مردم حتی که مثال هستن کسایی که از سابق اومدن مثلا در سالهای 92 این طرف اومدن مهاجرت شدن، مایوس بودن که این ملت دیگر ملتی نیست که باز بیدار شود، ملت خودش با خواب انداخته است. خلاص که امروز شما بیداری مردم چقدر بها میتید؟
یعنی امید هست یا اینکه سلامت باشه. تشکر برای سوالتان. من میخوایم یک مثال بیارم. در همین وقتی که مسکو بودم یک گروه بسیار آدمانی با ابروی تاجیکستان جمع بوده بودیم. تخمینا تا ساعت 4 سحر بحث شد. بعد همونجا من گفتم که مردم تاجیکستان برای انقلاب تیار هستند. این داستان سال 1912. بعد یک نفر که از تاجیکستان اومده بود دادا جون تو خطا میکنی بود. مردم تاجیکستان تیار نیستند. من به این بسیار عصبی شدم. با گفتم که گفتم تمام انقلاب های دنیای از 3 تا 5% مردم تشکیل میکنن. همین 3 و 5% در تاجیکستان هست. او آدم بسیار دوست نزدیک هم است، بسیار آدمی وزنین، عصبی شده که فقط سرخ میگردد. همین چهرهش گلگون شد تماما. بعد گفت که دادا در تاجیکستان حال 3% هم بیدار نشده است. بعد بختانه ما گمان میکردم که نسل نو پیدا می شود، نسلی که جنگ ندیده است، نسلی که این جنون و دیوانگی های ندیده است، یک نسل بیدار و آزادی خواه و بیباک به دنیا می باید. بدبختانه خطای ما در آن بود که در همین 25-30 سال آخران یک نسل پیدا شد که از مکتب و معارف دور است. این عیب این بچه های جوان نیست که اینا مهاجر هستند. این عیب دولت مداران و حکمتداران ما است که یک نسلی که از مکتب دور، نسلی که بعد صنف 7 و 8 الکی در فکری به رسیه به مهاجر رفتن میکند، اینا چی ندارن. بدبختانه یک گروه زیادشان برای اینا مفهومای مثل استقلال، آزادی حالا چی نشدن، ارزشی نشدن. این یک بدبختی. و امروز من بران هستم که باید حقیقت گوییم. هنوز ما مقدار همین مردم به 5% نرسانیدیم. همان روزی که همه با هم تاکید میکنم، همه با هم کاری کنیم که صفی همین عاشقای آزادی، مجنونای آزادی در تاجیکستان هر یک ما زیاد کنیم، اون وقت میتونیم ما گوییم که در تاجیکستان تغییرات میشود. الحال باور کنید تا خودی همین مردم بیدار نشوند، تا خودی همین مردم نفهمند که آزادی چیست، تا خودی همین مفهوم مردم نفهمند که برای چی باید جان داد، برای چی از بحر جوانی، از بحر زندگی، از بحر بچه و کج، از بحر همه چیز گذشت و در عوضش آزادی به دست آورد، ما به جای نمیرسیم. برای همین وظیفه ما خیلی و خیلی بسیار است که ما باید هر روز هر ساعت کار کنیم و همین مقدار همین اریتمتیکه اقلا به 4 و به 5 رسونیم. بسیار کاری مشکل، یکی باید ما همین کار کنیم. برادر اگر اجازه باشه ما هم کانال دودو جان اتولوی و بینندگان برسونیم. 2700 کس ما را تماشا میکنه. تو اینکه کمک دستگیری از جانب بشه تو کسانی که طرفدار هستند میتونن ابونه شوند در صفحه‌اش در یوتیوب و همینجا به سمت شما میرسونیم. شما میتونید طرزی که در اینجا نوشته شده است ما برای شما نشون میدیم، در از این طریق پیدا کنین. دودو جان اتولو و این نوارش است. ما سلکش با کوشش میکنیم بعد برنامه که تمام شد در زیر نوار میگذارم. این کانال برادر تشکر برادر عزیز. زنده و سلامت باشید. از برادر عظیم چی؟ از برادر عظیم وقتی صحبت کردم بعد از در اون صحبت چون میگذارم باشه. خیلی باشه. بعد بچه‌هایی که در اونجا جمع اومدگن اونا هم وقت بده نه صحبت کنن. این برادرایی که برادر که اتولو شما برادرایی که جمعی که میبینین همه اینا مبارزن، به خاطر مبارزه سرجم اومدن. وقتی شما اینا را میبینین فکر میکنید جوانیتون در یاد میارید. بله بهترین. سلام و درود بر همه. گویا سلام بفرستید بچه‌هایی که در آلمان یا سلام بفرستید. محمد بیا میکروفون تو گیرون کنیم. میکروفون تو گیرون کنیم محمد جان. سلام با همه کسانی که ما را تماشا میکنن. صدای ما میرود؟ سلام با بله بله. سلام آتشین، سلام انقلابی، همه کسا. سلام از برلین. سلام سلام کیو سلام مشکور. بهترین. سلامت باشید بچه‌ها. تشکر برادر عزیز یکم برای چی برای رکلام همین کانال خیلی منادار هستم. دوم
یک چیز دیگه به خاطرم آمد که همین جوانایی که سال 85 بعد هم بازسازی گربچوف به میدان آمده بودند، اولین بار در تاجیکستان مسئله محل نبود. وقتی که مردم برای زبان دولتی شدن زبان تاجیکی به پا خستند، ملت شد تاجیکستان. و وقتی که انتخابات بود، انتخابات واقعا همون اولین انتخاباتی که 13 نفر یا 12 نفر نامزد بودند، این هم یک وای بود، یک به هم آمدن نیروهای آزادیخواه و دموکراتی و اینایی که این هم یک مرحله بسیار مهم بود. لیکن بدبختانه در همون دوره درجه وقتی که برادرم گفتن که درجه آزادی و آزادیخواهی تا کدام درجه است، مثلا سال 85 87 91 باور کنید درجه آزادیخواهی اگر ریتینگ گویم یا که نظرسنجی، تاجیکستان برابر کشورهای نزد بلتیک بود، مثل استونیا، لاتویا، لیتوا. مطبوعات آزاد هم در ما بود، انتخابات آزاد هم در ما بود، میتینگ هایی که تا 100 روز دوام کردم در تاجیکستان بود و انتخابات های آزاد هم یعنی بهار آزادی که بسیار بزودی به دست خودی مردم ما، انیخترش به دست خودی سیاستمدارای یا که رهبرای رهگم زده ما، بهار آزادی که بدبختانه خزان شد. و امروز از ریشه های همون درخت نهالای آزادی می رویند و افسوس در یک زمینه که خشک است، باران نیست، یگان فیض نیست، آب نیست، دریا نیست، در یک خشکی می رویند. برای همین باز یک بار دیگر مسئولیت ما بیشتر می کند که ما صفی طرفداران عقیده، صفی همراهان و همسفران خود باید زیاد کنیم. انشالله سلامت باشید. یک برادر روزنامه‌نگار صفت بحران و خیلی زیاد تلاش میکنند بدرویند، ولی متاسفانه در استودیو چی مشکلی دارن، حال از یک داخل میشن استودیو میپرن، حال از داخل میشن استودیو میپرن. من نمیفهم که مشکل بازم استودیو دوباره پریدن، مسئله تکنیکی دارن. برادر نوبت برادر عظیم صحبت کند، بعد برادر صبوری خودت. بیا برادر من صحبت کنم، یک سخن بهترین دارم، خواهش میکنم اجازت بدین. فقط کوتاه بفرما. باشد. السلام علیکم و تمام مردم تاجیکستان. وقت زحمت میکشین، مهنت میکنین که امروز دارین سخن حق با مردم تاجیکستان برسونین. اولین درجه با برادر دودو جان آتابولویف بنده را میشناسم و از زمانی بود که در شبکه‌های مثلا زلو گوش کرده بودم و حتی صحبتم کرده بودم. یعنی در این جمع خیلی خوشحالم که چهره شما رو میبینم. سلامت باشید. اولین سوالی که بنده اولین سخنی که بنده میکند، یک نفری هست در سنت پتربورگ یک نفری هست که با اسم سعید و تاکسیست است، دولت خانواده مرا نزدیکان مرا در سنت پتربورگ اذیت میکنند. من مستقیم به همون شخصیت درخواست میکنم، میگم که جوان مرد، اگر ذره انسانگری و ذره ناموس داشته باشی، من با تو حتما در ارتباط میشم و با تو خواهم گفت حل و مسئله امروز مشکلات جامعه تاجیکستان و تو حق نداری که امروز زنگ بزنی و به نزدیکان من ثبت های ویدیوی مرا یا ثبت. این آگاهی است. اگر که باری دویم شروع کردی، دانسته باش که عکسات و با اسم و فامیلیت با منطقت حتما در شبکه‌های مجازی پخش میکنم و توی بدبخت و توی انسان نامرد مردم آشنا میشوند، شاید مردم حل مسئله را برکنار کنند. این یعنی با مردم و همون جوانی هست که دارد نزدیکان مرا در سنت پتربورگ اذیت میکنند. این یک چیز بود. درخواست بود. سلامت باشید. یعنی گفتنی هستم که من از اون میدان غریبان نیستم، هرچند که اعضای یگان گروه نیستم. اگر بخواهی که من در کدام کشور هستم و در کجا دارم زندگی میکنم، بنده خطی میتونید در ارتباط باشید، من میتونم با تو در صحبت کنم و نظرت خدا بیان کنم. تشکر برادر صبوری، خدا نگهدار.
اگر اجازه باشد برادر سوراب ظفر بنده را خوب میشناسد، فکر کنم آشنایی دارد. با بنده در ارتباط بودیم اولین روزهای مبارزه که تنها بودیم، بنده آشنا هست. بله سلامت باشه. برادر عزیز اکنون من خواهش میکنم اجازتتون که من روم با حتما روزهای دیگر در برنامه‌های دیگر انشاءالله حتما همراه شما خواهم بود. باشد قبول است انشاءالله. با خدا به همراه. تشکر. سلامت باشه.